عجب هوای دلیه. خوشگله. ماشین داره میاد. من برای خوندن یک هفتم آزوقه آوردم. اصلا قاطر همش که گفتی خر؟ اولاغ حرمت داره. بابا خار که میگن چیز بدی نیست. ماشروم پیدا کرده. اینجا بزنیم مردیم. بکنمش شدیم. بو بکشیم پیدا کنیم. چشاتو میخورم. املت در طبیعت بزنیم. املت که نیمرو. شده میپوشم بهش بزنیم. دست در نکنم. میخوام کتاب بهش بدم. خرید که بهش کتاب بدی به گامه. ماکو پشتب موند. پشتتون هم خیلی جدی. هلو گایز، مهشان هستم و ایشون ماتی. امروز داریم سمت جنگل‌های علیمستان. بابا چقدر ما جنگل رو کنیم، چقدر این رو کنیم، چقدر این ور بریم واقعا. به نظرم امروز خیلی سرده، از همین الان سرده و شبم هواشناسی که چک کردیم قطعاً بارون و داستانا داریم. ما هم چی فکر کنم لباس گرم نداشتیم چون یه اودی دورسی چیزی در این مایه، در اون حد تجهیزات نداریم. ولی تا خرخره پر کردیم، فقط خوراکی. فقط چیپس و پفک. پیکنیک جوجه بازی داریم میریم. با این همه کمپ رفتن هنوز تجهیزاتمون تجهیزاتمون هم کامل میشه، امیدوارم به زودی. ولی خب ذوقشو داریم چون که آره واقعا و خیلی هم سخته این داستانی که بخوایم هر بار داریم تجهیزات میکنیم ولی بازم هر بار یه چیزی کمه و اینم سختیاشه. تجهیزاتمون از سری قبل که قطعا بیشتره ولی باز میری اونجا میبینیم که مثلا اینو آوردیم اینو نیاوردی. داستان داریم خلاصه. هر روز با ما باشین. برو بریم. عجب هوای دلیه. بابا مگه ما کیم این طبیعت رو بدیدیم؟ شطر بازی چقدر خوشگله. اینجا روستایی فکر کنم ایلان ماسک. علیان چی بود؟ علیه. ماشین داره میاد. میبینی ما برده بودیم تو مه، خودمو تو مه میپلکنم محض رضاییدم. آقا چه هوای دلیه. هوا خوبه اینجا واقعا. کاش که میشد اینجا رو شیر کرد. شیر میکنیم دیگه. ببینید پس دیگه
شب میخوایم ببینیم این من برای خوندن یک هفتم آزوقه آوردم. یک هفته میخوام وسط جنگل بمونم. اینا رو چجوری ببریم بالا؟ فقط خوراکی دارم گرد. فقط خوراکی. بابا ما داریم بریم بالا. لباس منو خودمونو داریم بار میکنیم. دوباره قرار کل دستامون پره. تشکیلات کوله موله. حالا اینا هم هست. چرا ماشین پیاده میشی درها نمیبندی؟ نظرت اینجا حیوانات وحشی میان ماشین رو میدارن. به یه چیزا میگیری؟ که داریم روش راه میری؟ بله گرفتم. سنگ و با کلی بار این سختی ها رو نمیبینن و میخوان یه لایک بکنن انگار واقعا مردم حمایتگری داریم ما. قراره یه 20 دقیقه رو پیمایش سربالایی داشته باشیم و گله باشه. گله داریم سر میخوریم، امیدوارم بدتر نشه. و اینجا ایستگاه اول تازه علی مستانه، درسته؟ اسلام قاطر باید دیگه انتقاد میکنیم همه چی هست میکنه در حق ما. همه چی هست به جز اسنپ قاطر. ما چیزیه تازه شروع شده. بیا دیگه نمیکشم. مشکل داریم جلوی میشیم. موتی کوهنوردیم، طبیعت گردیم. خب بار کشیم مگه؟ نه چه کفشایی پوشیدی؟ راست میگه زشته. مردم چی میگن؟ مردم چی پشتمون ایستا اوکی خوش دارمت. برو گاز بر همینجوری سور میکنیم. حمایت بکریه ولی رفتنش پیمایشش میارزه. این روزا به اون روزا همش که وسط این مه کم کنی چقدره؟ آی فیلم بردار میبینم خیلی بار داشتی. همه اینا با تو بود؟ نصفش با تو بود. هم ویدیو بگیر هم بار کن. نصفش تو. واسه اینجا ای گفتیم برای چیه؟ لباس عروسی درست زیر چادر ببینم بلدی. بار بیار، پنگ کن، رفت کن. خب عروس رو میخوایم کنیم. اول در محل سکنا گذاریم بعد کمک نمیخوای؟ نه حله ایزیه برای من بابا. ایزی فقط موقع جمع کردنش help me. No Oh no هوا رو ببین. این 8 نفره است درسته؟ نیازی نبود حالا اینقدر الان ببین بیاریمش. همتون گفتی اولاغ حرمت داره. بابا Excuse me play back. گفت حرمت داره. لذت نداره. شیرشو میخوری، کرهشو میخوری، خامش میخوری، اینشو آخرم بهش میگو این گاوه. ولی این گاوه اینقدر استفاده ازش میشه. چرا داریم میبندیم اینو؟
به خاطر که نصف وسایلمون رو نیاوردیم. 2 سری 20 دقیقه خوبم بعد بریم بگردیم پیدا کنیم. بعید میدونم ولی خیلی یاد بگیریم. من تو صبح یخ بزنیم. نه هم اصلا سفید اصلا دیگه غیر طبیعیه اینقدر مهره. چی بگم والله. اینو گفتم کرایه کنیم ها. از همینا اول کرایه می‌کردیم بار زندگی از دوشمون. کت و کولمون. داریم درخواست دادیم قبول نکرد کسی. استاپاتوره قبول نکرد. الان اومد. اصلا همچنین واقعا وسایل زیاده داریم بنده خدا. چی کجا رفت؟ خار که میگن چیز بده نیست. چی پیدا کردم؟ چی؟ یه درخت کنه قارچ قهوه‌ای سفیدی بریم بخوریم. ماشروم پیدا کرده. آفرین اینجا بزنیم مردیم. بیا اینا رو میگفتی آره فکر کنم اینو برای سمزدایی معده و حالت توهمزا خوب باشه نه؟ یکی فعلا امتحانی بخوریم بریم چی میشه. حالا سلامتیت. پش اینو هیچ کاریش نباید بکنی. نباید نفس بکشی نباید بخوری. به چه دردی میخوره؟ قارچه دیگه. بخوریم. من میگم قاطی سالادمون کنیم شب ها. بیا بیاریم مش بردار. برو دیگه نگاه کن اینا خاره. خار که میگن چیز بدی نیست. کارش محافظت از جعفریه. کنم این بلوبری مناطق محرومه. قارچ تا حالا به این خوشگلی دیدی؟ من گلش شبیه گله. بغلش رو نگاه چه اصلیه. بکنمش ازش آب زدی. قارچ آب داره. آلو از کجا اومدیم داریم کجا میریم؟ گم شدیم. باید بکشیم پیدا کنیم. واقعی نیست با بلوبری. راست میگه واقعیه نه؟ بلوبریه چیه؟ نه بلوبری نیست هستی اصلا. خوشگله علی. بلوبری داشت من کنم. اون آموزشه بود که گذاشتیم تو یوتیوب. این شماره 2شه. آموزشه پای رفتن از شیب زیگزالی. چشاشو نگاه کنم چشاتو میخورم. نکن بیا عقب خب سری دوم برو بریم دوباره. Hazır baş. Bu beş dolar. Vay. گرفتیم که شب حتما سر بوتی خوبی؟ میتونستیم اینجا کمپ کنیم همین بغل مغلا ولی این مهو من ترجیح میدم این یه رو راهیم با اذیت و بدبختی
ولی ارزششو داره. بریم. کیه؟ این کلید مال کیه؟ قلب در قلب کیه؟ رفتی تو باطلا؟ کنده بیا همونو بیا من حواسم هست. باریکلا عالیه همینو بیا. دیدی؟ همینو بیا. همیشه باید من اعتماد کنی. میگم فقط ما بودیم که 2 سری رفتیم 2 نفر آدم. چقدر خرج داریم؟ طبیعت و اشغال هزینه داره دیگه. چه کردی؟ خونه درست کردی. دارم ترجیحم اینه که موز زیاد بخورم تو طبیعت. باریکلا. خوبه. یه صبحونه بخوریم دیگه. ساعت چند 11 ظهرم هیچی نخوردیم. دسته موتور من نیست نه. خب بچه‌ها می‌خوایم یه آشپزی در طبیعت بزنیم. املت در طبیعت بزنیم. املت که نیمرو. نمک چی؟ نمک. با نمکیم دیگه. اوه. بزن 3-4-5 تا بزن گوشتمون رو. 2 نفر آدم چقدر میتونم بخورم مگه؟ الان سوپ میشه. دست بدی ولی جدی اینو. این خیلی به چخ رفت. ولش کن بابا خاکی باش. من طبیعت رو ولش کن. میشه برو یه نمک بیرد. نمک چی بود موتی؟ نمک فوری. یعنی حالا اینو چجوری باز کنی؟ فوری باز میشه. اون خیلی چشم میاد. خسته نباشی. یه صندلی میخوایم نصب کنیم. اگه ببینم درن این 2 تا خطاش باید بالا باشه اون بزرگا. خط نداره. دیرین الان به نظر درست آقای مهشاد؟ به نظرم درست. این بلنداش خب بعد بالا باشه که این بلنداش اینا نه اون بلندن. اینا بلندن اونا که رو زمینه رو بیارش بالا. آها یه فر دیگه بده. یه فر دیگه. آفرین بابا باریکلا. یه کمبری واسه خودت. میخوام ریا بشه. آره. خب حالا باید چیکار کنی؟ نه دیگه یه داستان. الان رو چی میخوای بشینی؟ بلشون کنکل برنامه. دیرین میپوشم بهش بزنی. بی خیال روی میشینم. یه رازی کشم.
خب حالا باید چی رو تو چی کنی؟ اون الان جیبش نیست. بابا جیب میب نماندی من فیلم میرن بالاخره که باید یاد بگیری. نه وایسا هولم نکن وایسا. خب تو میتونی. اینا الان چیه؟ این که جیب نیست این میره تو این. آفرین. آره بابا بلدی. خب فکر کنم تو خیلی بلدی. کمپینی بود برای خودت. خب اومدیم کم کنیم کم. حالا باید یه ذره قدرت بازو. حالا قدرت ویدیوی چی؟ آهنگه قدرت میخواد الان دیگه. بکش آها. حالا بازر مبارک بابا تمام شق و رق دیره افتقاره برای آهنگر بود. طبل شادانه بکن دیگه ما دیگه تو رفاهیم. ما دیگه هیچی کم نه. من انقدر سرم شده نکن یکی دوتا انداختم ولی باز سرده. حالا شب سردترم میشه. توی رفته یکم بخوابه هوا رو ببینیم. چی کار داریم؟
اما در واقع گوشتم میشه سوخت و سازه بدنم میره بالا چی بخورم جون بگیری من شده 1 ساعت بخوابی دیگه آقا نه بخوابی میخوابی؟ 1 ساعت نخوابی من دیگه گشنته؟ و گشنت باشه 4 بعد از ظهر ما هنوز صبحونه ساعت 11 صبح میدم داره قاروغون میکنم برو اوه برو داره میاد که آقا اشتباه گفتی بابا برو بوز میخوره تازه با پوز خورده سیر میشه اینجوری دید بیا این نونم بردار دمت گرم دستت در نکنه بیا اینم بذار بخوره دهنیش کرد دیگه بیا موز میخوری؟ نخوره ظرفشو نخوره نه ظرف گاوه دیگه بیا چی بدی؟ میخوام کتاب بهش بدم میگم شب بخواب شیرین اصل آخه خرید که به کتاب بدی به گاوه گاو میخواد شیرین اصل بده جان مادرت بیا یا بیام بیارمت بیارمه گاو خریه دفعه پیش جوجه آورده بودیم خیلی سخت بود خیلی سخت گذشت سیخ کن آتیش درست کن توی وضعیتون سرواتون فلان این دفعه تصمیم گرفتیم بود تکنولوژی پیشرفت کرده دیگه غذای ساده تر حالا به نظر ساده تر ساده تموم شد و رفت آقا چنجه و جوجه چی میخوری؟ اشکالی من میده بحال میده بهترین ترکیب بود من که پیدا کردم Sosis alalım da çiz sosis ya gusta hemen gusta. Wow. پنیر هات داگ همین هم سیرمون میکنه بدون تخم مرغ من نیستم تخم مرغ بزنیم توش چه کردیم و تی سوسیس دیگه بابا من خیلی دوست داشتم از این بیشتر چیزای خوشمزه بزنم ولی چه کنیم بابا همین جوریش هم انقدر کمه 3 بار رفتیم اومدیم سخته همین گردی سخته ما دیگه چی داریم؟ چقدر دیگه اشغال بابا ما کی فیله بریه سوسیس تمومه زندگی تمومه ترکیبی پرروه سوسیس و بریه و فیله فقط استند نورش انگار ظهور کرد من باید ببینم غذا رو لذت ببرم راستشو بخور غریبه که نیست بگیر استند رو بگیر اینجوری هم دارم میبینم هم تسلط دارم هم موچی is shining موچی فلفل فوری نیوردی؟ نه نمک فقط نمک فوری داری واقعا چی شده موتی؟ به دود رفت در اعماق وجودم چه بادی میزنه موتی چوبی که برای من نسوزه سر سگ بجوش سر سگ توش بجوش یه جو سیمایی ها میگوش الان بحث ماه بود موتی این همون ماهیه که گفتم پشت هم نیمونه کو ماه ماه کو
پا شب موند. حتما میتونی اصلا شک نکن. چرا اینو نتونم؟ اینو که میتونم. رنده رو بده. اونم آخه نمیتونی. رنده چیه؟ اره برقی. اره بیا یه رنده رو بگیر. رنده کرده. صبح میرسی اصلا نیاز به اون کار نیست. شاید باورت نشه. بابا میتونی اصلا بیایی بذاری روی آتیش کم کم که میسوزه هی میاریش جلو. تموم شده رفت. با آموزش های دیگه در خدمت شما هستیم. ما چه مهو میبینی؟ داره هی نزدیکتر میشه. اونا نمیاد. چی گفتم ات متی؟ چی؟ گفتم مه میاد یا نه؟ آره. بفهمید. من هنوز به حرفای تو ایمان نیاوردم. هیچ وقت شک نکنم. اول خدا بعد مرشد. قبول باشه. صدق الله العلی. شما با 4 تا دیسک بیرون زده کار میشه. خوبی؟ حیوانه بزن چند تا. تو رو خدا بره. گراز. یادونم پشت منم. خیلی جدی؟ من چشم ترسیده گراز که دیدی اینجا. چی؟ چه حسی داری؟ آرامش. تو چه حسی داری؟ همون حسه، همون آرامش و حس زندگی کردن. واقعا به نظرم زندگی کردن همینه. چی بعدش رو بگم تو خدا بگیری؟ صلوات بفرستی اللهم اسفن کردم برامون انشالله. بازم خدا باشم. الحمدلله. میبینم دود خفت کرد. خیلی داری مثل میچرخونی. الان میخوام برم اون نه از همون برم یه بارم از همین بر رفتم اون بر میشه دنبالم. داری پولدار میشه. نمیخوام پولدار شم. فرو برام فقط بگوین نه فقط بگین لایک سابسکرایب. لایک و سابسکرایب. ماتی گرفته خوابیده. هم تقریبا ساعت 5:15. هنوز امیدوارم که طلوع رو ببینم. امیدوارم که ببینم. صبح بخیر. پاشو دیگه. برو گفتم میکنم از من. پاشو صبح شده. پاشو بریکن. صبح بخیر گایز. دیشب من چشمون هم نذاشتم چون که من نمیخواستم طلوع آفتاب از دست بدم. همین که این اقیانوس ابری که تشکیل شده واقعا سورپرایزم کرد. هوا رو فقط ببینید چقدر دله. موتی هنوز بیدار نشده. یه دفعه تخت خوابیده. بریم بیدارش کنیم سورپرایزش کنیم.
من یه چایی بخورم و برم موتی بیدار کنم. متاسفانه دستش داد. تقریبا 1/10 چیزی که بود رو الان شاید ببینه. درس اخلاقی چیه؟ میگن که سحرخیز باش تا کامل باشه. موتی خوش بیر. چی داری از دست میدی؟ مهمون نگو. خوابم اصلا پرید دیگه. صبح بخیر گایز. البته من صبح بخیر گفته بودم به بچه، ولی تو منم باید بگم دیگه بالاخره. تو خواب بودی. حالا دیشب تا ساعت 2 صبح آب جوش میکردیم توی قوطی میذاشتیم بغلم. قصد سرد بود چون یه ذره کوهستانی بود، یعنی خیلی سرد بود. یعنی واقعا تا ساعت 5 و 6 صبح من سرما کشیدم. فکر کنم مفید 2 ساعت خوابیده باشم به خاطر سرما و به خاطر اینکه طلوع از دست ندم و همچنین اقیانوس ابری که تو ویدیوها دیدیم. فداکاری در چقدر تا صبح تو همه ولاگا بیدار میمونه. بابا مگه داریم؟ من بیدار موندم و امیدوارم که این صحنه ها به دل شما هم نشسته باشه. ولی یادتون باشه تو طبیعت شده 1 ساعت بعد بخوابید انرژی داشته باشید. ما تازه روزمون شروع شده. طبیعت به من انرژی الان میبینیم یعنی کی انرژی داره. همیشه ثابت کرد که میخوابه انرژی. دانشمندان این صبحونه بزنیم. من انرژی دارم. بریم صبحونه. به آخرش رسیدیم به آخرش و هنوز انرژی داریم. ما تازه البته من انرژی دارم. من انرژی ندارم چون مثلا نخوابید که بخواد انرژی داشته باشه. ولی با سکانس های پلانایی که گرفتم انرژی برگشت. آره 10 ساعت اینا رو برای ادیت بزنی حال داری. اگه اینا رو نمیدیدم در واقع اون انرژی به وجود نمیومد. بریم صبحونه رو میزنیم و بعد از این میخوایم برگردیم. در مجموع جمع‌بندی این لوکیشن یه 20 خوبیاش بدیاش یه 20 دقیقه‌ای رو پیمایش داشتیم واسه که برسیم به این قسمت و بعدیاش دیگه وسایلمون زیاد بود. پیمایشش یه ذره شیبدار بود، گلی بود. و حتما تو روز بیایید، نه که بخواید پاشید شب بیایید و این داستانا برای کم کردن. آره صبح زود بیاین. و برای جمع‌بندیش میتونیم بهتون بگیم که این لوکیشن یه لوکیشن فوق‌العاده رو یکی اگر شانس بیارید اقیانوس ابرش رو همچنین طلوعش رو ببینین، چون همیشه اتفاق نمیافته. بعد چون به نظر من ما میتونستیم بیشتر ببینیم، همین که خیلی شلوغ شد چون میان پیمایش‌های کوهنوردی داره این سمتی. دیروزم یه مقدار شلوغ بود ولی خب آخر شبش خلوت شد و اون سکوتی که داشتیم، این سکوتی که شب برقرار بود واقعا عالی بود. اگرچه کلی هم خندیدیم و شب انقدر به من خوش گذشت که بهترین شبای کمپمون بود. ولی که حالا دستشون بیشتر بمونیم ولی دیگه نمیخوایم بمونیم، میخوایم برگردیم. بسه دیگه بسه، اینجا رو کشف کردیم، میخوایم برگردیم خونه دیگه. آقا همراهمون باشید و مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بله.